بسم الله الرحمن الرحیم. دین روز انجینر صاحبا ما چی کردیم؟ صفحه خود ارتکاد معرفی کردیم و دیگه یونیت ستینگ خواندیم. صحیح شد. امروز میایم بخیر از منوی چی شروع میکنیم؟ از منوی درا. صحیح؟ داری که مشکل نیست انجینر سکون که او قیمت وای سیده صحیح تو سونا خدا دیخت إذا مقدمة مقدمه هغه مخکې نه هغه بیا تا د جدا تصریح ویډیو شته سره وی ګوره څه مشکل دا انجینر صاحب یو دوه درې دې خاطره درې وایم کې مهم نه خو چې مشکل ما ته وایي بیا صحیح دی قانون مراد سلسله برنامه مشکل نیست آدم چې کوم ځای کې مشکل ما ته وایي صحیح دی. خب امروز میایم بخیر از منوی چی شروع میکنیم؟ درا. ببینین این منوی دراست. این منوی دراست ای چی است؟ ای طول پنل دراست. دا منوی درا ده دا طول پنل ده. صحیح ده اون پرون وی دیدی. صحیح ده. بیاین اینجا دا منوی درا کماند اول که چی است؟ اینجا لاین است. صحیح شد. لاین اگر اینجا شما بیارین یا از طول پنل درا بیارین یک گپ است، مشکل نداره. ولی ما که کار میکنیم ما گفتیم از طریق چی کار میکنیم؟ شاتکت. یعنی لاین ما سه طریق آورده میتونیم. یک از طریق منوی درا، یک از طول پنل درا، دیگه چی؟ شاتکت درا لاین. صحیح شد. شاتکت لاین چی است؟ ال است. ال انتر میزنیم. دینا روز ما گفتیم که هم کار انتر انجام میده و هم تکمه اسپیس. حالا اسپیس که ویم ده انتر کار که او انتر ویم. صحیح. اسپیس به خاطر میدین که به دست ما نزدیک است یک تکمه اشکالان است. صحیح. انتر میزنم. وقتی که ال انتر زدم اینجا را ما چی گفته بودیم؟ کمان لاین گفته بودیم. نه در کمان لاین برای ما میگه که ال انتر کردین شاتکت چی است؟ لاین است. صحیح شد. لاین شاتکت ده. بعد اینجا برای ما میگه در کمان لاین که اسپسیفای فرست پوینت اولی تان مشخص کنین که از کدام جای شما میخواین همین پوینت لاین چی کنین شروع کنین. ای به خاطر برتان میگه یعنی از امی محور ایکس و وای ای لاین با چقدر فاصله میخواین ترسیم کنین. ما فی الحال اینجا یک جای تقریبی کلیک میکنیم. صحیح شد. وقتی که اینجا کلیک کنم برای ما میگه اسپسیفای next point هم اینجا کلیک میکنم. تقریبی کدام اندازه نمیتونم طول برش نمیتونم بلاین طول بعدن میخوایم. فی الحال تمام رای لاین کماند لاین چی من آشنا شین. صحیح شد. دیگه باز اینجا میگه next point اینجا کلیک میکنیم. next point اینجا میریم. ببین این لاین شما میخواین که این لاین صحیح است که ما ترسیم میکنم، ولی درخانه است که لاین باید همیشه چی ترسیم شود؟ مایل ترسیم شود. شما میخواین امی لاین یا عمودی ترسیم کنین یا افقی ترسیم کنین. افقی یا عمودی. صحیح شد. به خاطر از این کار اگه آل ما بیایم این لاین افقی عمودی ترسیم کنم کمی وقت گیر میشه برای من که لاین ما مستقیم کنم باز اینجا کلیک کنم. لگ وقت نیست. صحیح. به خاطر این کار ما چی میکنیم؟ اینجا پایین یک چیز داریم به نام چی است؟ آرتو مود است. صحیح شد. این فی الحال چی است؟ غیر فعال است. چی میفهمیم که غیر فعال است؟ اینجا ببینین آرتو چی است؟ آف است یا نیست. ما بالای کلیک میکنم. وقتی که اینجا کلیک کردم ببینین آرتو آن شد. وقتی که آرتو آن شد آل تنها شما لاین یا افقی و یا عمودی ترسیم کرده میتونیم. مایل ترسیم کرده نمیتونیم. صحیح. اینجا بیاین اگر شما میخواین F8 صحیح. اگر میخواین که لاین تان افقی و عمودی ترسیم شوه ای آرتو را چی میسازین؟ آن میسازین. این لاین آل تنها افقی و عمودی ترسیم میشه. مایل ترسیم نمیشه. اگر میخواین که مایل ترسیم کنین بالای باز کلیک میکنین یا در کیبورد تکمه چی را میزنین؟ F8 میزنین. صحیح شد. بالایش کلیک میکنین این غیر فعال شد. آلی لاین فری شد. به هر جهتی که شما بخواین این لاین چی میتونین؟ ترسیم کده میتونین. در جایی که من کلیک کنم لاین چی میشه؟ ترسیم میشه. فهمیده شین صاحب کار یارتو رو فهمیدین. حالا در پروژه که ما کار میکنیم تو کار نمیکنیم که یک لاین تقریبی را ترسیم کنیم. در پروژه خود طول عرض اتاق معلوم است، طول عرض تعمیر معلوم است. صحیح. هر چی مشخص است. صحیح. با خاطر همین کار وقتی که ما لاین در پروژه ترسیم میکنیم باید قیمت بدیم. صحیح. اینجا ما میایم ال شاتکت چی است؟ لاین است. ال انتر اسپسیفای فرست پوینت بازم یک جای کلیک کنیم. کلیک کردیم حالی که next point براتون میگه آرتو را مثلا اگه شما میخواین لاین مستقیم باشه آرتو را چی کنین؟ آن بسازین. صحیح شد. حالا بیاین به این لاین چی بتین؟ قیمت بتین.
با چقدر قیمت شما میخواین همین لاین چی کنین ترسیم کنین با چقدر قیمت مثلا در کیبورد میاین تکمه چی را 1 و 0 را چی میتین فشار میتین باز چی را میزنین انتر را میزنین وقتی که انتر زدم ببینین کرسر ماوس ما اینجاست این را کرسر ماوس میگه صحیح شد این اینجاست ولی اگه اینجا ببینیم لاین اینجا چی شده قطع شده چرا قطع شده به خاطر که ما برشان گفتم که همین لاین که ما ترسیم میکنیم با اندازه 10 ترسیم میکنیم بعد از اون نمیخوایم از این خاطر لاین اینجا چی شد شکست قطع شد صحیح شد حالا اگه میخواین اینجا پایین یا بالا لاین ترسیم کنین اگه بالا میخواین کرسر ماوس بالا میبرین اگه پایین میخواین پایین میارین صحیح شد با چقدر فاصله میخواین با چقدر دیستنس مثلا 20 بازم 20 در کیبورد چی را میزنین انتر لاین ترسیم شد با اندازه چقدر 20 صحیح شد این طرف باز مثلا چقدر 10 صحیح شد انتر بالا باز چقدر 20 انتر یک مستطیل برای ما چی شد ترسیم شد یا نشد حالا ما میخوایم که این مستطیل ما ترسیم کردم دیگه ما میخوایم که از کماند لاین چی شو خارج شد یک دفعه چی را میزنم انتر را میزنم از کماند چی شدیم خارج شدیم فهمیده شد اینجا سوا حالا ما چی بفهمیم که همین لاین ما ترسیم کردیم با اندازه 10 اینا که ترسیم کردیم با اندازه چقدر است 20 است صحیح شد به خاطر از این کار باز ما در منوی دایمنشن میایم اینا تنها به خاطر شما حالی که براتون ثبوت شد که 10 یا 20 است صحیح بعداً باز در منوی دایمنشن خوب به دیتیل میخوانیم اینجا در منوی دایمنشن میاین لینیر را میگیرین یا در طول پنل چی میاین انوتیشن از اینجا چی را میگیرین لینیر را میگیرین صحیح شد یک کلیک در شروع لاین دیگه کلیک در ختم لاین صحیح شد این را بیرون بکشین 10 یا نیست صحیح شد باز انتر بیاین اینجا از اینجا تا اینجا بیرون کلیک کنید چند است 20 صحیح سنجر سوا دیگه باز بیاین ال انتر لاین اینجا بیاین اینجا سوا تا اینجا لاین ترسیم کنم صحیح شد بعد از این میخوایم که یک لاین چی کنم مایل ترسیم کنم بعد چی کنم بعد 8 فشار بتونم یا بالای آرتو کلیک کنم صحیح شد انا لاین مایل ترسیم شد ولی این لاین که مایل ترسیم شده به یک زاویه مشخص نیست شما میخواین به یک زاویه مشخص ترسیم کنید او را باز میخوانیم صحیح شد ببینید این طرف آمدین انا این طرف هر جایی که کلیک میکنین لاین چی میشه ترسیم میشه حالا شما میخواین امی انجام لاین که آغاز لاین چی کنین وصل بسازین یک طریقش ای است اینجا سوا که از امی انجام لاین ماوس ببرین امرای آغاز لاین چی کنین اینجا وصل کنیم اینجا باید چی کنیم ولی کلیک کنم وقتی کلیک کنم آبجکت بسته شد ولی از کمان چی نشدیم خارج نشدیم باید چی بزنیم انتر بزنیم که از کمان چی شیم خارج شیم یک طریقه چی بود طریقه دومش چی است اینجا سوا اینجا آمدین ببینین این را ما کمان لاین گفته بودیم نه در کمان لاین اگه بیایم دو کماند دیگه اینجا برای ما نشان میده یک کلوز است دیگه چی است اندوز کلوز چی را میگه بسته کردن میگه نه من اینجا شاتکت است یکن ببینین همین خود کلوز اول حروفش اگه ببینیم برنگ آبی است براتون دیده میشه یعنی به خاطر چی آبی شده که این شاتکتش است آبی است اونجا دیده میشه صحیح شد این شاتکت چی است کلوز است حالا اگر شما میخواید انجام این لاین که آغاز این لاین وصل بسازین ضرورت به این است که شما اینجا بیاین از اینجا ماوس ببرین اینجا کلیک کنین مستقیما بالای کلوز کلیک کنین یا شاتکتش چی است سی انتر کنین ببینید انجام لاین که آغاز لاین وصل شد و دیگه چی شد از کماند لاین خارج شدیم ولی اگه همی کار ما توسط خود ماوس انجام بدم سعی کنه انجام این لاین که آغاز لاین وصل بسازم آبجکت خب بسته شد ولی از کماند چی نشدیم خارج نشدیم این فرق بین کلوز بسته کردن یک آبجکت توسط کرسر ماوس و توسط خود کماند کلوز است که توسط کلوز اگر کماند کلوز یک آبجکت بسته شد مستقیما شما را از کماند لاین میکشن ولی اگر توسط کرسر ماوس ما کلوز کنیم بازم لاین امتداد داره فهمیده شدین یا سبا ببین در پروژه تو هم میشه که شما مثلا اینجا لاین ترسیم کردین تا یاده باز آمدین اینجا بعد از اینجا آمدین مثلا میخواستین اینجا لاین مایل ترسیم کنین ولی شما ترسیم کردین چی افقی این خو اشتباه شد دیگه حالا مجبور هستین این لاین چی کنین از بین ببرین یک طریقش خوی است که ما دیلیت کنیم یا ایریز کنیم وقتی که دیلیت ایریز میکنیم مجبور هستم از کماند لاین یک دفعه بیرون شم باز اینجا ما ایریز داریم در وقت خودش میخوانیم اینجا باز این ایریز کنم
باز اینجا که ما لاین مایل کار داشتم پس مجبور هستم ال انتر کنیم که داخل کماند لاین هم باز لاین انتر کنیم که خب بسیار وقت گیر میشه برای ما میخوایم که از همین کماند لاین باید خارج نشم و این اشتباه رو ما چی کنم رفع کنم. صحیح شد. به خاطر از این کار باز اینجا ما کماند داریم به نام اندوز که اندو در اصل چی میکنه یک مرحله شما را عقب میبره تا یه مرحله شات اولی این لاین ترسیم کردین مثل که یک فیلم از سر میکنید شما. صحیح شد. اینجا شاتکتش چی است؟ یو است. یو انتر میکنید. ببینید اون لاین پاک شد یا نه؟ یک مرحله در اصل شما را عقب. اینجا باز میتونین لاین چی کنین؟ مایل ترسیم کنین. یا اگه میگن که نه این لاین ما اشتباه کردیم در اصل این لاین ما مایل ترسیم میکردیم بازم یو انتر اون لاین هم چی شد؟ از بین رفت. فهمیده شد اینجا شما؟ این شد عزیز. سعی کنه چطور ما یک لاین به اندازه مشخص ترسیم میکنیم یاد گرفتیم. صحیح شد. چطور مایل، چطور افقی، چطور عمودی. اگه حال شما میخواین که یک لاین به یک زاویه مشخص ترسیم کنیم مایل خود ولی ما چی بفهمیم با چه خاصیت یک نفر براتون میگه که یک لاین برای ما با 45 درجه ترسیم 95 درجه ترسیم 65 درجه ترسیم چطور ترسیم میکنیم. صحیح شد. باز ما می اینجا میایم مثلا امی لاین است در انجام لاینش کلیک میکنیم. صحیح شد. اینجا بیاین در کیبورد انجینیر سبا در کیبورد ما دو ساین داریم دو علامه داریم یک علامه کوچک و بزرگ است less و greater است. صحیح. اینجا اگه امرای ام ببینین علامه کوچک و بزرگ است دیدین در کیبورد چی را میگیریم؟ تکمه شیفت. صحیح. باز امو ساین یا علامه کوچک چی میکنیم؟ فشار میدیم. صحیح شد. حالا با چه درجه میخواین که امی زاویه لاینت با چه زاویه میخواین ترسیم کنین؟ مثلا برای شما میگیم 45 انتر میزنم. حالا این لاین با چه درجه ترسیم شده؟ 45. با چه طول میخواین قیمت بدیم. صحیح شد. باز انتر بزنید. از کمان چی شدیم؟ خارج شدیم. یک طریقه چی است ولی طریقه کمی چی است؟ طولانی تر است. یک دفعه ما شیفت میگیرم باز علامه کوچک هم اندازم. صحیح شد. طریقه دومش چی است؟ مثلا امی لاین است اینجا بیاین ال انتر آرتور آف کنین از اینجا بیاین ببینین این دفعه ما چی نمیکنم در کیبورد شیفت هم نمیگیرم و نه علامه کوچک هم اندازم. در کیبورد یک تکمه دیگه داریم به نام تب TAB. صحیح شد. تب فشار میتیم یا انتر میکنیم 45 درجه زاویه چی میتیم باز میتیم. صحیح شد. حالا ببینین ایره توسط چی ترسیم کردم؟ تکمه تب به 45 درجه ایره توسط علامه کوچک. صحیح شد. حالا ما چطور امی زاویه را چی کنیم؟ اندازه کنیم. صحیح شد. بازم میریم در منوی چی؟ دایمنشن یا اینویشن. اینجا کلیک میکنیم. اینجا یک چیز داریم به نام انگولر. توسط انگولر ما میتونیم یک زاویه را چی کنیم؟ اندازه کنیم. بالایش کلیک میکنیم بالای نیزولا باز بالای نیزولا چی میکنیم؟ کلیک میکنیم. ایره طرف داخل میاریم. صحیح شد. ایره باز نزدیک میکنیم میبینیم. باز انتر اینجا میایم یک کلیک اینجا یک کلیک اینجا. صحیح. حالا دیده نمیشه. صحیح شد. باز اینجا خال ما توسط امی خود ماوس نیست این رولر ماوس است. این اگر طرف بیرون ببرم آبجکت زوم میشه اگر طرف داخل بیارم چی میشه؟ زوم اوت میشه. ولی اینجا باز کماندهای دیگه هم از زوم این زوم اکستند از زوم ویندو از زوم پریویس از زوم آل از زوم دینامیک از در وقت خودش میخوانه. فی الحال تنها توسط رولر ماوس امیر ما چی میکنیم؟ برای خود نزدیک میکنیم. و چه درجه ترسیم کرده بودیم؟ 45 ترسیم کرده. این چرا غلط آمده؟ ال انتر لاین. صحیح شد. در کیبورد تکمه ما کپس لاک دادیم تب ندادیم. صحیح. تب بزنین و چه درجه؟ 45 انتر و انتر. صحیح شد. حالا بیاین اینجا انگولر را بگیرین یک کلیک اینجا و یک کلیک هم اینجا و چه درجه؟ 45. صحیح شد. و این دیگر را میبینیم این به چه باشه؟ 45 باشه. صحیح شد. زاویه استاد کات منفی ورکو کاتکی څنګه منفی؟ نمی نه اگر میخواین زاویه را پایین ترسیم کنید قیمت منفی نتین بیاین از اینجا لاین بگیرین اینجا زاویه بدین مشکل نیست. صحیح. منفی و مثبت دی نیست. مثلا شما میخواین اینجا یک زاویه ترسیم کنین اینجا. صحیح شد. اینجا بیاین اینجا مستقیما قیمت بدین با چه زاویه میخواین باز خم از این محور ترسیم میشن. چون ما از اینجا میتونیم خب ولی اینجا واقعیر میشه اگر ما اینجا ماوس ببرم. صحیح. اینجا پایین بیاین چند درجه شد؟ 5 شد یا نشد؟ چند شد؟ 27. چند شد؟ 45.
اتون میتونیم ولی تو چی میشه برای من؟ وقتگیر میشه. وقتگیر دقیق رازی خو وقت گیر نیست. صحیح شد؟ فهمیده شنجر سبا این طریقه لاین رو ببینین. وقتی که شما لاین ترسیم میکنین اینجا آمدم لاین ترسیم کردم انا از کمان که خارج میشم چی را میزنم؟ انتر. صحیح شد؟ تا اینجا را ما لاین ترسیم کردم. حالا میخوایم دیگه لاین از اینجا شروع کنم. حالا ضرورت به این است که باز من ال انتر کنم. ما از کمان دی لاین که خارج شدیم موقتا خارج شدیم. صحیح شد؟ باز ضرورت به این است که ال انتر کنیم. باز مستقیما چی را بزنین؟ انتر را بزنین. باز داخل کماند چی میشین؟ لاین میشین. ولی وقتی که مثلا لاین کار کردین یک دفعه انتر زدین اینجا مثلا آمدین چی را گرفتین؟ انگولا را گرفتین. صحیح شد؟ انا این را زاویه را اندازه کردم. حالا اگر شما لاین میخواین لاین ترسیم کنین تر نیست که انتر کنین لاین ترسیم شد. حالا در کدام کماند هستید؟ زاویه. چرا بار اخیر همون کماند ما گرفتیم. حالا اگر لاین کار میکنم مجبور هستم باش چی کنم؟ ال انتر کنم. فهمیده شنجر سبا؟ در لاین خود کدام مشکلی نیست. صحیح شد؟ این طریقه چی بود؟ لاین بود. دیگه اینجا سبا اینجا کماند داریم با نام پولی لاین است. پولی میگه چندینه. لاین میگه یعنی چندین لاین یک جای میشه یک پولی لاین میسازه. صحیح شد؟ پولی لاین هم ما میتونیم از منوی را اینجا بیاین پولی لاین داریم یا از تول پنل را پولی لاین داریم و شارتکت چی است؟ PL. صحیح PL انتر. صحیح شد؟ باز ببینین یک گپ در لاین هم براتون چی کنیم که براتون واضح شد. صحیح؟ همون که برای ما میگه specify fast point. اینجا که برای ما میگه نه specify fast point. ما گفتیم به خاطر چی میگه که همین لاین ما ترسیم میکنیم از محور x و y با چه فاصله باشه. صحیح؟ ببینین این صفحه اتوکاد که است ما گفتیم صفحه چی است؟ نامحدود است. در یک صفحه اتوکاد ما چندین پروژه را کار کنه میتونیم. ولی این صفحه را باز شما میتونید برای خود یک محدود هم بسازین. چطور محدود بسازین؟ مثلا شما میخواین این پروژه را کار میکنین در صفحه 4 کار کنین که پرینت هم میکنین. صحیح شد؟ باز صفحه 4 که پرینت میکنین باز ما در فرمت اینجا داریم. صحیح شد؟ باز در وقت خودش میخوانیم سعی کنین دراینگ لیمیت است. لیمیت چی را میگه؟ محدود هم میگه. حد هم میگه. باوندری را میگه. صحیح شد؟ حالا شما اگه میخواین همین صفحه را برای خود محدود بسازین به صفحه 4. صفحه 4 که از عرض 210 سانتی است، ارتفاع 297 سانتی است. صحیح شد؟ باز وقتی که صفحه را برای خود A4 ساختین شما نمیتونین که در هر جای کار کنین. دلتان باشه. شما مجبور هستین از زمین محور x و y قیمت بتین. این محور x و y در اصل کنج همین صفحه 4 است. اینی کنج صفحه 4 است. وقتی که من پروژه را کار میکنم مجبور هستم همین لاین که ترسیم میکنم یا کلکین دیوار از اینجا محاسبه کنم. اگر من از اینجا پروژه را شروع کنم صحیح شد؟ این خواهد چی باز خارج میشم از خود کاغذ. چرا تا اینجا خواهم یک کلکینش نمیه باز. صحیح شد؟ از این خاطر وقتی که صفحه لیمیت شد مجبور هستین شما که لاین ترسیم میکنین دیوار کلکین از همین محور x و y قیمت بدین که با چقدر اندازه باشه. صحیح شد؟ حالا اینجا کار میکنیم مثلا ال انتر لاین. همین لاین که شما میخواین ترسیم کنین از همین محور x و y با چقدر فاصله باشه. صحیح؟ ما میخوایم همین لاین از مبدای x و y شروع شود. یعنی هم قیمت x صفر باشه هم y صفر باشه. صحیح شد؟ اینجا ببینید دو خانه برای شما ظاهر بشه. یکی شابی است که انتخاب است، دیگهش بسته است. همین اول که از این قیمت x است که با چقدر فاصله همین لاین از x قیمت فاصله داشته باشه. و دومش چی است؟ y است. ما میخوایم همین لاین که ترسیم میشه از محور x و y از محور x با صفر فاصله باشه. صفر چی میزنم؟ انتر میزنم. صفر در کیبورد چی را میزنم؟ کامه را میزنم. صحیح شد؟ ببینید محور x چی شد؟ بسته شد، خلف شد. یعنی دوباره تغییرات آوردن نمیتونن که با فاصله 5 6 10. صحیح شد؟ باز قیمت y را چی میسازم؟ او را صفر میسازم. صفر آل انتر میزنم. ببینید آل همین لاین که ترسیم شده از مبدای x و y ترسیم شده یا نشده؟ میبینید؟ صحیح شد یا نشد اینجا سبا؟ یعنی اگر میخواین کمی به یک فاصله باشه بازم ال انتر. صحیح شد؟ با چقدر فاصله باشه؟ 5 یا 6 کامه 6 انتر کنید. آل لاین که ترسیم میشه از محور x و y با چقدر فاصله است؟ 6. A4 از کجا انتخاب کنید؟ A4 انتخاب نکردیم، ما مثال دادیم باز رو میخوانیم. صحیح شد؟ یعنی اگر صفحه محدود باشه اگر نباشه
ما کار نمیکنیم. وقتی که پروژه را باز پرینت میکنیم اونجا برای خود صفحه فوری تیر میگیریم. صحیح شد؟ از این خاطر ما سفر لیمیت هم نمیسازیم. قبلا که زیادتر اینجا را سبا کار میکرد بس هم 7 سال 8 سال پیش او سفر را برای خود لیمیت میساخت. صحیح شد؟ حالی کسی نمیکنه. در هر جای که دلتون باشه کار کنید. بعداً که پرینت میکنین مخکې صفحه پرینت کوي پروژه پرینت کوي اول نه ځان ته فور ته صفحه جوړوي. صحیح شو چې په دې حد کې به زه کار کوم دې نه خو کار نکنم. وقتی که در پرینت پریو رفتین باز اگر شما پروژه را مثلا در این حالت کار کرده باشین دیده میتونید. اگر در این حالت نباشه هیچ نیست. آورده میتونید ولی باز مجبور است رو تنظیم کنید. چرا داخل و یک بار رو تنظیم نکنید. صحیح شد انجام سبا؟ اول بذار سینا با که ورکی گیم نچه لیمیت انتخاب کنم. نه اصلا اوتو گم نمیشه. صحیح ما براتون گفتیم ببینین اینجا کامانداست ما میگیم در وقت خود میخوانیم نه؟ همین کامانداست. مثلا مثال میتونم براتون که برای با انجینر سبکه واضح شد. فرض کنین این یک پروژه است. صحیح و اینجا آمدم اینجا دیگه پروژه را کار کردم. این طرف آمدم دیگه پروژه را کار کردم. صحیح شد؟ سفر را سعی کنی برای خود چی میکنه اون طرف میبرم. صحیح شد؟ این طرف آمدم سعی کنی دیگه پروژه. چندین پروژه شد؟ 5 شد نه؟ همه تو 100 پروژه خوب باشه. حالا تنها شما یک پروژه را میبینید. حالا دیگه پروژه تو معلوم میشه برای شما که گم شده. یا میشه می یک پروژه هم نباشه. شما 10 پروژه کار کردین سفر را که هر چقدر زوم اوت کردین پروژه گم شد. بعد اینجا ما کماندا داریم که به نام چی است؟ زوم اکستند، زایت اینتر، ای اینتر شاتکتش وقتی کلیک کنم کل پروژه چی میشه روی صفحه برای ما میاد. سعی کنه این اینجا است. دیگه که از خورد است. این کلان است. این را اگه ما زوم کنم این کلش اینجا. یعنی گم هیچ وقت نمیشه. اگر باز ایره شما میخواین که تنها ایره با دیگه هم نزدیک کنیم باز زوم ویندو داریم. وقتی خود میخوایم زایت اینتر دبلیو اینتر ایره در ویندو میاریم. ببینیم این برای ما چی میشه. صحیح شو که 1000 پروژه هم باشه در یک صفحه گم نمیشه. از طریق زوم اکستند زوم ویندو باز میخوانیم در وقت خودش. صحیح او باز برای شما سعی کنید ما که همین درس میخوانیم استپ بای استپ میخوانیم. اگر ما تو رندر بخوانم گادوات بخوانم باز شما بیخی گم میشه. صحیح شد؟ فایدهش اینجا ای بود از لاین. حالا میایم به پولی لاین. شاتکت پولی لاین چی بود؟ PL بود. PL انتر. ببینید در هر کماند که شما کار کنین انتر کنین کماندش شاتکتش اینجا اول گپ همو است. اسپسیفای استارت پوینت. از همین محور ایکس وای با چقدر فاصله باشه. وقتی که صفحه نامحدود باشه هر جایی که دلتان باشه کلیک کنید. صحیح شد؟ باز میگه next point. این next point به خاطر چی میگه؟ که از این پوینت و این پوینت فاصله لاین چقدر باشه. باز محور ایکس مطرح نیست اینجا. صحیح شد؟ ما اینجا تقریبی میگیرم. اینا کلیک کنیم. همین کار ما توسط لاین انجام میدادیم یا نمیدادیم؟ صحیح؟ همین کار بود. سعی کنید ال انتر شاتکت چی بود؟ لاین بود. ببینید همین کار توسط لاین هم انجام میدیم. پس فرق بین لاین و پول لاین چی است؟ که هر دو کماند چی اتوکاد یا بجاش. صحیح؟ حال فرقایش میخوانیم. ببین این ابجکت توسط چی ترسیم شده این لاین؟ توسط پولی لاین. با این توسط لاین. وقتی که یک ابجکت توسط پولی لاین ترسیم شده باشه یک لاین که شما انتخاب کنین مکمل لاین ها انتخاب میشه مثل زنجیر وار. در اصل ببینین وقتی که ما پولی لاین کار کردم یک کلیک اینجا باز اینجا کلیک کردم یا نکردم باز اینجا این به جدا می بود ولی یک زلش که انتخاب میکنم مکمل لاین ها دیده میشه در هر جای کار کلیک کرده باشین. صحیح؟ ولی اگه همی کار توسط لاین شده باشه ببینید توسط لاین است نه این را که انتخاب کنیم از اینجا تا اینجا انتخاب میشه قطع است. این فرق بین چی است؟ پولی لاین و لاین است که پولی لاین که است یک ابجکت بسته می باشه یعنی مثل زنجیر و آرامیره که دیگه چی می باشه وصل می باشه ولی لاین جایی که کلیک کردین از اونجا دیگه لاین چی است؟ قطع است. صحیح شد؟ باز بعدا ما میتونیم که یک لاین رو به پولی لاین تبدیل کنیم. مثلا شما در پروژه اشتباها یک جای می‌خواستین توسط پولی لاین کار کردین اون رو توسط لاین کار کردین. مطمئنا نمیکنیم که ما اون رو دیلیت کنیم دوباره پولی لاین کار کنیم. اون رو باز چی میکنیم؟ به پولی لاین تبدیل میکنیم توسط یک کماند است به نام باوندری و ریجن. صحیح شد؟ باز یک جای است که شما مثلا پروژه را کار کردین توسط پولی لاین. ولی پولی لاین خاصیت چی است؟ اینی دیوار است مثلا. صحیح؟ شما از همین دیوار تا نمیخواین آفست بگیرین باز وقتی خود میخواین عرض این دیوار را نشان بدید 35 سانتی نه از این لاین دیگه کاپی میگیرید. وقتی که تنها شما از این میخواین کاپی بگیرین باز از کلش کاپی گرفته میشه. اون رو کار ندارم. باز امی پولی لاین با لاین تبدیل میکنیم. باز اون کماند است به نام اکسکلود است که در وقت خودش اینی میخوانه. صحیح شد؟ ها؟ پاکاول کیم چه که پاکیویم تو پاکاول که اون طول پاکی. صحیح شد یارسیابا یک فرقش اینه بود. فرقای دیگه هم داره. فرقای دیگه چی است؟ PL پولی لاین.
اینجا کلیک میکنیم. ببینید وقتی که ما لاین میگرفتیم اینجا در قوس دو کماند برای ما میآمد. یک اندو بود دیگه چی بود؟ کلوز بود نه؟ یعنی دو کماند دیگه در خود لاین وجود داشت. ولی در خود پولی لاین چند کماند دیگه وجود داره؟ ایریاس، آرک است میبخشین، هاف ویت است، لنت است، اندو خون جمع بود. دیگه چی است؟ ویت است. صحیح شد؟ یعنی 4 کماند در لاین نیست که در پولی لاین است. ولی فرقایش هم میخوانیم چطور کار میکنه. این آرک چی را میگه؟ قوس میگه یا نمیگه؟ مثلا زیادتر پروژه را که شما دیده باشین تا یک حد مستقیم میباشه، بعد از اینجا یک آرک داشته میباشه، زیادتر هم جای زینه کار میباشه. یا به خاطر نمای تعمیر کار کرده میباشه یا به خاطر نداشتن یک ساحه منظم که مجبور است اموجا را چی بسازه؟ گل بسازه. صحیح شد؟ به خاطر همین کار باز ما ببینین تا اینجا مستقیم آمدیم، بعد از اینجا میخوام یک قوس مانند نما بدیم، شکل جور کنیم. صحیح شد؟ باز ما اتنا نمیکنیم که از این کمان بریم اینجا هر کار ما جداگانه هم داریم، از آرک کار بگیریم. صحیح شد؟ در خود پولی لاین اینجا ما چی داریم؟ آرک داریم. شارتکتش چی است؟ A است. ببین برنگ آبی است. صحیح شد؟ A انتر میکنم. ببینید اینجا آرک چی شد یا نشد؟ فعال شد یا نشد؟ ولی آرک اگر شما ببینید این مستقیم ترسیم میشه. با چی معنا؟ همون جایی که اول کلیک کردم تو آرک مستقیم میره، طول میگیره. این آرک خودش گول است. این در اصل شواست. این از شما شوا نمیخواه اینجا. این از شما طول میخواه که از اینجا تا این نقطه که شما کلیک میکنین طول همین آرک خودی که مستقیم است چقدر باشه. صحیح شد؟ هر چقدر طول میتین اینجا کلیک میکنین. صحیح شد؟ ولی شما نمیخواستین که یک آرک ترسیم شود. صحیح شد؟ ما میخواستم که چی کنم؟ اینجا به یک مایل، قوس مایل ترسیم کنم. ایتو مستقیم نبیه. باز دکمه چی را میزنم؟ یو انتر. شارتکت چی بود؟ اندو. در این هم است. صحیح شد؟ اینجا آرک که گرفتم اینجا میایم آرتو را آف میکنم. وقتی که آرتو را آف کردم ببینید حالا ببینید قوس در جایی که شما بخواین چی میتونین؟ گل ساخته میتونین. پیسی که مستقیما میرفته تو میرفت. صحیح؟ چرا که آرتو ان بود. حالا که آرتو را آف کردم ببینید به هر چقدر مایلی که شما میخواین چی میتونین را کار کردن میتونین. صحیح شد؟ زاویه نیست. اینجا بازم طول است. صحیح ده؟ طول ده او مایل طول در نواری. صحیح ده؟ تا اینجا ما را کار کردم. بعد از این ما میخوایم که چی باشه؟ پس لاین باشه. این خواهم تو آرک ترسیم شده میره. این غلط است. ما خواهم یک کنجش میخواستم که گل بسازم. این را یو انتر اندو. صحیح شد؟ باز ال انتر. ال شارتکت چی بود؟ لاین. ال انتر میکنم لاین. پس چی میشه؟ به پولی لاین تبدیل میشه و اینجا آرتور هم آن میسازیم که چی شود؟ مستقیم شود. صحیح شد اینجا رسیبا؟ آله وقتی که را من انتخاب کنم بازم پولی لاین است. صحیح که من اینجا لاین پس ال انتر کردم ولی این لاین که بود خود کماند چی بود؟ پولی لاین بود. این خودش هم چی است؟ پولی لاین. فهمیده شد اینجا رسیبا؟ این کار توسط لاین نمیشه. چطور نمیشه؟ حالا میبینیم. ال انتر میکنیم لاین. اینجا ال انتر کردیم تا اینجا مثلا میره مستقیم ترسیم کردم. از این بعد میخوایم اینجا چی بسازم؟ گل بسازم. صحیح شد؟ اینجا شارتکت آرک چی بود؟ A بود یا نبود؟ A انتر میکنم. وقتی که A را من انتر کنم ببینین این هم خود A در یک قوس یا در یک چوکات سرخ آمد که برای ما یک وارنینگ داد. خاطر چی؟ که میگه که من ای را نمیشناسم. این لاین میگه که چی است؟ این شارتکت چی است؟ به خاطر نمیشناسه که اینجا در کمان لاین اگه ببینین دو کمان اینجا ما در خود لاین داریم. یک کلوز است، یک اندو است. صحیح شد؟ از این خاطر یعنی این کار ما توسط لاین انجام داده نمیتونه. این فرق دیگه لاین بین پولی لاین است. صحیح شد؟ لاین آرک میشه دیگه نمیشه. صحیح شد؟ و باز اگه ازش اونجا آرک انتخاب کنی میشه؟ بالا او را میخوانیم. ولی خب بس در یمی است نه؟ خب در پولی لاین هم میشه، در لاین هم میشه. کلش میشه اینجا سعی کنه کار داریم که باز میخوانیم. صحیح شد؟ یعنی اینجا مو فرق بین لاین و پولی لاین براتون میگم. صحیح شد؟ دیگه میایم PL پولی لاین. دیگه اینجا کلیک میکنیم. دیگه چی داریم؟ هاف ویت. هاف چی را میگه؟ نیمه را میگه، نصف میگه. ویت عرض میگه. صحیح شد؟ ببین پرخواله. اینجا اگه این لاین از شما ببینین، این لاین اگه هر چقدر شما نزدیک کنین از خود کدام ضخامت داره؟ نداره نه؟ یا ویت عرض نداره. شما میخواین به این لاین چی بتین؟ عرض بتین. و عرض هم نیمه عرض بتین.
اینجا بالای چی کلیک میکنین؟ هاف ویت یا شارتکتش چی است؟ H است. H انتر میکنم. وقتی که H انتر کنیم اینجا در کمال لاین بین سکن برای ما چی میگه؟ specify starting half weight. از اینجا کمی لاین شروع میشه نیمه عرضش چقدر باشه؟ مثلا ما برشان میگیم چند باشه؟ 3. این 3 کی است؟ نیمه عرضش است. چرا هاف ویت میگه؟ مکمل چقدر میشه؟ 6 میشه. صحیح شد؟ 3 دادم انتر. باز برای ما چی میگه اینجا؟ 3 میلی شده نه؟ 6 میلی. آلمان نمیفهم که چی ماده چی است، یونیت ماده چی است. شد به نظر من این هست. اینجا میایم specify ending half weight. این خود شروع لاین که بود half weight 3 بود. این لاین که اینجا کلیک میکنین داخلش half weight چقدر باشه؟ مثلا ما براش میگم چقدر باشه؟ 3 باشه دیگه. اول آخرش باید یکسان باشه. 3 انتر میکنین. حالا بیاین لاین ترسیم کنین. صحیح شد؟ ببینین این را نزدیک کنین. برای خود چی گرفته؟ ویت گرفته یا نگرفته؟ ضخامت. این طرف میاین این. حالا ببینین امو هاف ویت که ما دادیم صحیح شد؟ اینجا ببینین. 3 او طرف لاین 3 طرف لاین که مکمل چقدر شد؟ 6. هاف ویتش چقدر شد؟ 3. فهمیده شد؟ حالا بازم PL پولی لاین. حالا ما خود تنها اینجا میخواستیم که می لاین هاف ویت داشته باشه. دیگه جای ما نمیخوایم. ولی وقتی که اینجا ما پولی لاین ترسیم کنیم، همون پولی لاین ترسیم میشه که چی دادیم ما برش؟ هاف ویت دادیم. ضخامت دادیم. ویت دادیم. صحیح شد؟ حالا خیلی ما نمیخواستیم. اینا چطور پس به حالت اولی خود ببریم؟ بعدم اینجا بالای چی کلیک میکنین؟ هاف ویت یا H انتر. اینجا که بر ما میگه specify starting half weight چند داده بودیم؟ 3. اینا چند بسازیم؟ 0 انتر. باز که بر ما میگه specify ending half weight در خط ما به چی بدیم؟ 0 انتر. لاین پس به حالت اولی خود چی شد؟ آمد. فهمیده شد؟ این کارم توسط لاین انجام دادن نمیتونه اگر نیست باز خانه پرکتیس کنید. صحیح شد؟ این فرق دیگهش. PL پولی لاین. دیگه میام اینجا نرسه چی هست؟ لنت است. لنت چی را میگه؟ طول میگه. صحیح شد؟ اینجا برای ما میگه که طول امی لاین بتین مثل که با لاین پولی لاین بتین. با لاین ما میدادیم. اینجا کلیک کنیم با چقدر طول میخواین امی لاین ترسیم کنیم پولی لاین 20. این کار خود توسط د لاین هم میتونستیم د پولی لاین هم میتون. 20 انتر کردیم لاین چی گرفت؟ 20 طول گرفت. نه پایین میایم ده انتر میکنیم ده. این فرق نداره. در لاین هم کار ما انجام دادن میتونیم در پولی لاین هم. در لاین هم میتونیم یک لاین با یک زاویه مشخص ترسیم کنیم در پولی لاین هم. صحیح؟ ولی اینجا لنت چرا داده؟ به خاطر داده ببینین این امی کمان که از امی خود کمان لنت کسی به معناست. چرا؟ اینجا ببینین شما میخواین یک لاین ترسیم کنین با طول 5. اینجا مستقیما 5 انتر کنین با طول 5 شد ترسیم شد. اگر شما بیاین در پولی لاین اینجا کلیک کنین و ال انتر کنین شارتکتش چی است؟ لنت است. ال انتر کنم ال چند میتونم 5. اینا ایمامو 5 سانتی است اونمو 5 سانتی است. ضرورت به این است که شما اینجا بیاین یک دفعه پی ال انتر کنین باز ال انتر کنین مستقیما با لاین قیمت بده. ضرورت به ال انتر کردن نیست. فهمیده شد در پولی لاین. اینجا صحیح است که برای شما گفته لن این کمان ال انتر کنم همون گپ است اگر نکنم مستقیما قیمت بتونم همون گپ است. دیگه ضرورت به ال انتر کردن نیست که وقت گیر میشه. فهمیده شد این سوا؟ دیگه اندو خامو اندو از دکی چی بود؟ دلاین بود. دیگه چی است؟ ویت است. یک اینجا هاف ویت بودی چی است باز؟ ویت است. ویت یعنی ویت عرضه میگه. اینجا بازم شارتکتش چی است؟ W است که رنگش میبینید که دیگه رنگ W انتر میکنیم. برای ما میگه specify starting چی؟ weight. starting weight چقدر باشه؟ مثلا 5. اینطور نیست که حالا ما 5 دادم این شود 10. این هم مکمل ارزش است. هاف ویت نیست. اونجا هاف براتون گفته بود که 3 میدادین 6 میشد. اینجا براتون میگه ویت 5 که دادین 5 است، 6 که دادین 6 است، 10 که دادین 10 است، 3 که دادین 3 است. ارز مکمل است. صحیح شد؟ 5 انتر میکنیم. و علیکم جرس. خیلی جوری. specify ending half weight. در ختمش چقدر باشه؟ ما میخوایم در ختمش هم مثلا چی باشه؟ 5 باشه. هیچ شد؟ ترسیم شد برای ما. توسط ای ما میتونیم امی خود قلمای چارکنی است رکتنگل 35 در 35 پای که است میتونیم توسطی ترسیم کنیم. صحیح شد؟ زیادتر امی زینا را که ما ترسیم میکنیم جهت بالا رفتن توسط وکتور نشان میدیم. صحیح شد؟ وکتور را میشناسیم نه؟ امی را ما میتونیم توسط پولی لاین چی کنیم؟
ترسیم کنیم وقتی که ویت میکنیم. مثلا چطور اینجا آمدین دبلیو انتر به خاطر ویت، مثلا داولم باشه 4 داخلم باشه 4. اینجا طول چی را میتیم؟ وکتور را میتیم. اینجا کلیک کردم، باز اینجا وکتور چی داره؟ برآمدگی داره یا نداره؟ نیست؟ آله اگه میت مستقیما بریم این خامو ویت که 4 دادیم همون 4 را میگیره. آله ما میخوایم ویتش تغییر بدیم، وقتی که ویتش تغییر میتیم باز دبلیو انتر میکنیم. او خامو 4 که دادیم او قلف شد دیگه، هر دفعه همون 4 ویت میگیره. آله اگه میخوایم که ویتش تغییر بدیم باز دبلیو انتر میکنم. آله باز برای ما میگه specify starting weight. در شروع چه میتیم؟ مثلا 9. صحیح شد؟ در شروع برآمدگی داره، در آخر چه بتیم؟ 0 بتیم. نه 0 انتر. حالا شما چی میخواید؟ طول امی خود وکتور میخواید که بچه باشه، هر چقدر طول میتین طول بتین. صحیح شد؟ کلیک اینجا چی بزنین؟ انتر. وکتور برای شما چی میشه؟ ترسیم میشه. به این رنگ چطور میتونیم گپ ها باز ان شاء الله در وقت خودش چی میکنیم میخوانیم. این کارم توسط لاین شما انجام داده نمیتونیم. فهمیداش اینجا سبا؟ این فرق بین لاین و چی بود؟ پولی لاین بود. صحیح؟ امروز همه قبض هست، فردا باز میایم چی را میخوانیم؟ سرکل را میخوانیم. در سرکل ببینین چند قسم سرکل داریم. یک سنتر ریدیوس هست، دیگهش چی است؟ سنتر دایمیتر است، دیگهش 2 پوینت سرکل است، دیگهش 3 پوینت است، تانجان ریدیوس است و دیگه تانجان است. این سنتر ریدیوس چی را میگه؟ شعار. سنتر مرکز میگه. اگر شما میخواین که یک دایره را ترسیم کنین به او شعاع بدین، شما بالای چی کلیک میکنین؟ سنتر ریدیوس. ولی باز هم ما از طریق چی میایم؟ شورتکات میایم. صحیح شد؟ اگر شما میخواین یک دایره را ترسیم کنین که به او قطر بدین، دایمیتر چی را میگه؟ قطر میگه. بالای چی کلیک میکنین؟ دایمیتر. دیگه اگر بیاید 2 پوینت سی است، 3 پوینت سی است، فردا میخواین. اگر این آسان است ما پیش میریم، برای ما مشکل نیست. اگر شما میخواین که پیش بریم پیش میریم. صحیح شد؟ این برای شما یعنی امی 2-3 روز برای شما کم میخوانیم، چرا که امروز آشنا نیستین. وقتی که آشنا هستین همون 1 ساعت مکمل میخوانیم. حالا مگه این براتون آسان است پیش میریم، مگه نیست بس میکنیم. صحیح؟ خوش اینجا سوال